چالش باحال داریم. باید انتخاب کنیم از بین بازیگرا، خواننده ها، حالا آدمای مشهور، ببینیم که با کی میریم سر دیت و با کی نمیریم سر دیت. یعنی انتخاب میکنیم دیگه. از بین اینا کیو انتخاب میکنیم که باش بریم دیت و ادامه ماجرا. بریم؟ خیلی سخته، یعنی من عاشق جفتشونم. ولی من چیز رو انتخاب میکنم. این بازیگره تو فیلم آنجلینا رو من انتخاب میکنم. منم آنجلینا رو انتخاب میکنم. اصلا فیوریت بازیگرم واقعا. اینم دیگه مگه میشه آخر انتخاب نکرد؟ اینم جدید تو باربی بازی کرده، حسابی ترکونده. اونم خیلی جذابه. این سلینا و این یکی اسمش چی بود؟ نمیدونم، ولی من سلینا رو انتخاب میکنم دیگه. من اصلا خوشم نمیاد، هیچ وقت از سلینا خوشم نمیومده. آها این میدونی کیه؟ یه فیلم بازی کرده بود بچه سن بود با یه مرد کچل بود. آها آره، من این انتخاب میکنم. ولی سلینا به نظر من نیستمتون. دیوونه اینم اسمش چیه؟ چرا اسمشو نمیدونی؟ واسه چی عکسشو؟ نه آقا من خیلی تو اسما بازیگرا اصلا هر کی که معروفه من خیلی بدم تو اسمشون یادگیریشون. یکی اینه، یکی اسم ماشیناست. خب من اسمشو نمیدونم، من چجوری انتخاب کنم؟ میتونی بگی سمت راستی سمت چپی. من 100 سمت چپی. منم چپی رو انتخاب کنم. 100 اصلا گنگه افله. گنگ طوری باش بری سر قرار. خب تصویب شد. چرا نمیگی چرا میری سر قرار اصلا؟ دلیل خب چیه؟ این که گنگه. ولی از الان بگو. از الان بگو. خب مثلا این سمت چپی به نظر منو بیشتر جذب میکنه از نظر قیافه. بد کردم. برامون بیشتر بگو. نه این عکس این تیلور بده. چرا حالا اینو شبیه مریضا افتاده. منم 100% چپی. نمیدونم به نظر نمیدونم بین دوتا. ولی خب تیلور هم خیلی جذابه. من فکر کنم تیلور رو انتخاب کنم. عکس قدیمیشه. آره تیلور بیشتر جذبم. کالتوبی. بریم سر دیت. خب رفتیم تو ایران. مهناز افشار رو باورت میشه اسمش؟ ساره بیات. ساره بیات. من ساره بیات رو انتخاب کنم. یه جذبه خاصی داره. گزینه هیچ کدام نداره. منم همون دیگه گزینه دیگه ندارم. از مهناز افشار که اصلا نیستمش، مجبورم اینو انتخاب کنم. سعی کن سر دیت دلمو به دست بیاری. خب قهوه ترک رو دیدی؟ من تو این فیلم خیلی دوستش دارم. من پریناز ایزدیار رو انتخاب میکنم. نه من این ولی سمت چپیه. خیلی باحال کردم. پریناز ایزدیار اصلا به نظر من ببین خیلی از سر هم لحاظ بازیش هم استایلش هم به نظر من اخلاقش خیلی اخلاق از لحاظ خوبیه. بازیگری و تاریخچه‌ای که داره خب خیلی خفن تره. ولی میگم تو سریال جدیدی که از این دیدم خیلی باحال کردم. ولی خب من پریناز به نظر من اسپانسر این به سریال نظر من پریناز قیافه نازسری داره. مثلا اون یکی ذره وحشی طوریه قیافش. خب آره دیگه. ولی پریناز یه قیافه نازسری داره. من سمت چپ 100%. بریم بعد. توی دانس این چیه؟ هانیه توسلی مرتبه کرامتی. من 100% مرتبه کرامتی رو انتخاب میکنم. خیلی خانومه. ولی فکر میکنم من هانیه توسلی رو که 100% انتخاب نمیکنم. چرا؟
نمیدونم بین این دوتا مثلا حالا کار منتظر نشستن که ما انتخابشون کنیم. ما فعلا پسریم دیگه مثلا. خب ولی چپ مهتاب کرامتی از نظر قیافه و اینا مثلا صده دیگه. منم من راجع به این سمت راستیه که صحبتی نیست. من این دختر کوچولو رو انتخاب کنم، اسمش هم یادم نیست. ای کاش که این دوتا با هم نبودن. منم هم دختر سمت چپیه. آره این خیلی کیوته اصلا. تو این سریال جدیدی هم که حیثیت بازی کرده اصلا خیلی کیوته. من خیلی خوشم میاد ازش. بیشتر سر انتخاب داریم فیلم بهتون معرفی میکنیم بچه‌ها. نیکی کریمی. من میگم تو با نیکی بیا، من با ترانه چارتایی میریم. من نیکی رو انتخاب کنم من چون من پسر. اگه پسر بودم خیلی قیافه واسم مهم بود، واسه همین من نیکی رو. ترانه هم خیلی خوشگله. ترانه بیشتر آره خوشگله میدونی ولی هیچ مثلا بیشتر کاری نکرده تو صورتش، ولی بیشتر مثلا بانمکه میدونی مثلا. ولی نیکی واقعا خوشگله با اینکه سنش هم خیلی بالاست. واقعا خیلی نیکی واقعا خیلی صحبتی نیست. خب منم ترانه رو انتخاب میکنم که هم داستان چارتایی رو بریم براش. خب شما نخواهیم با شما بیاییم اصلا دست خودت نیست. ما میدونی میگم چی دو میگم؟ نفره بریم میشه اصلا دست تو نیست. لذت میبره آدم حتی به غلط. هنوز رو دیت اول میگرفتم. منم واقعا میگرفتم. از کدوم فیلم دوستش داشتی؟ من چیزو اون دختر رو فریاد نمیزنن. منم دقیقا از همون فیلم. آره بعد دیگه طلا بعدش و دیگه طلا. طلا و طلا اونو خیلی دوست داشتم. خیلی کاریزما داره. هم 100% با تناز. تناز چه قشنگ چشمات، تناز چه میخنده لبات، صد دل عاشق نگاته. 100% الناز شاکر بود. با بهنوش بختیاری من احساس کنم خیلی خوش میگذره مثلا بیرون بری و ببین اینا. من رو فیلم های قدیمیش که میدیدم مثلا فکر می‌کردم خیلی کول و باحال و شیطون طوره، ولی تو بفرمایید شام جدیدی که بازی کردن اصلا شخصیت اصلیشون شکلی نیست. ولی من احساس کنم خیلی باش خوش میگذره. مثلا من دیدم کسایی که مثلا باش میرم بیرون فلان مثلا خیلی میدونی خیلی احساس کنم انرژیش خیلی بالاست. ببین مثلا من الناز شاکردوست رو اصلا برای دوستی انتخاب می‌کردم. چون ما که بعد با بهنوشم قبلش یه قرار میذاشم. یعنی با بهنوش مثلا یه آدم استرن شب قبلش یه دیت رو با بهنوش میرفتم و بعدش دیگه الناز رو در میابیدم. بیبی من بهت خیانت نمی کنم. never ever. النازه. بهنوش بختیاری شدی تو؟ نه دیگه الناز دیگه مثلا حالا بهنوز رو آقا مثلا بی خیال شد. من میگم مثلا بهنوش رو مثلا یه شب مثلا من مثلا با یکی تنها برم سر بگو دیت. بخند و شاید یه صحبتی دیگه کار شخصی داشتم. سحر دولت شاهی 100% نکرده بود. منم سردولت شاهی رو آخه این سمت راستی اسمش چی بود؟ چیز دیگه انگار ما تو این دنیا نیستیم. تو این نه جهان. اسمش یادم رفته. هم که پسرش هم تازه گفت شده دیگه. بیچاره وای خیلی دلم برش. خیلی اصلا واقعا اونم خیلی جذاب. مثلا من صداش و اینا رو خیلی دوست دارم. من صداش خیلی حس صدای می‌کنم با جذابی. اصالته. میدونی؟ ولی خب مثلا سردولت شاهی رو شانس سنش هم بیشتر به من مثلا شاید ولی نه من با همین سمت راستیه میرم. بشینیم یه ذره با هم صحبت کنیم از تجربیاتش برام بگه. خب تموم شد. یه دونه استوری گذاشتم تو این اینستاگرام که گفتم عکساتون رو برام بفرستین. پارت 2 اینو با عکسای شما بریم. فکر کنم اونم خیلی خفن و باحال میشه. دیگه عکساتون رو بفرستین اونجا برام تو دایرکت.
اگه دوست داشتینم که تو کامنت ها بهم بگین پارت 2 شو حتما براتون بگیرم. اصلا این سریع خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. لایک و ساب و همه چی رو بترکونین بچه ها، انرژی بدین که من فعالیتم رو بیشتر کنم دیگه. خلاصه میبینم بهتون. بای چاو بای. چاو.